رفته بودم خرید گوش فروشی و آقا مغازه به من اینو گفت خیلی خاصیت داره، اگه مثلا برای اونایی که مریض دارن، سرطان دارن یا دور از جونتون، بغلا ما سیخش میکنیم. توش چه استخونه؟ اینجا توش استخونه؟ مگه اینجوری نباید، یعنی اینجوری باشه عادی؟ نه خاله شهاب اینا نشونه مردونگی گوسفنده. آقای قصاب اینا رو بهت داده که بوی مردونگی بخوره به پاهات، ولی کسی با خوردن اینا مرد نشده. از ما گفتن بود. حالا تو امتحان کن ببین میشی؟ ما که صاحب تولد ندیدیم، سورپرایز تولدم نفهمیدیم مال کی بود. از اول کلیپ این باسن شهاب تو حلقه ما بود. اصلا انگار این کلیپ به خاطر باسن شهاب گرفته شده بود. دوربینو بعد از اون ور بگیری برادر، چرا این وری؟